آریانا افغانستان یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. توانا بود ارکی دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. دلای او بخونکه خدای پنامه گران قدرمن دوستان سلام علیکم هیله د چرو خوشحال هورا بسی او دنن رازی د په هنر ناده په اخبارونه دیر خیرغلاست زه مریم اسماعیل ارسلا دا اخبارونه تاسو د آریانا افغانستان نړیوال شبکې خبرونه کوم او ایله لرم چې تاسو زره او استفاده ورسیږي. بینندگان عزیز و ارجمند برنامه دانش روشنایی است. با آرزوی صحت و سلامت شما برنامه امروز آغاز می‌کنیم. امیدوارم شاد و صحتمند باشین و هفته خوش و پرثمره را در هر گوشه و کنار جهان که هستین در کنار عزیزانتان سپری کرده باشین. دوستان عزیز ارجمند باز هم خوشحال هستم یک بار دیگر در برابر شما عزیزان قرار دارم و امیدوارم که برنامه امروز ما هم براتون دلچسب باشه و استفاده خوبی کرده بتونیم. و قبل از اینکه به محتویات برنامه امروز بپردازم و مهمان عزیز خود معرفی کنم، یک دو گفتنی دیگه دارم. امیدوارم که طرف توجهتان قرار بگیره. دوستان عزیز ارجمند، البته قسمی که همه میدانین در سراسر جهان، در مخصوصا در دنیای غرب البته زیادتر و با ایالات متحده آمریکا در وقت سال عموما از ماه می شروع تا به آخر جون وقت‌های زمان فارغ التحصیلی جوانا می باشه، چی از اسکول چی از پوانتون ها. و اگر به خاطر داشته باشین یک دو هفته قبل هم ما اعلان کرده بودم که از فامیلای عزیز و گرامی و از جوانای عزیز آرزو دارم، توقع دارم و امیدوار هستم که اگر معلوماتی در مورد فارغ التحصیلی خود از پوانتون هایی که در سراسر جهان است بر ما بفرستن خوشحال میشم و میخوایم که از اونها یادآوری کنم، تقدیر کنم و برشان تبریک بگویم. و این جوانای ما که فارغ التحصیل میشن از پوانتون ها، اینا همشان نمونه ها و مثال های خوبی برای دیگه فامیل ها می باشه و باعث خوشی همه هموطنای ما میشه وقتی که ما ببینیم که جوانای ما نام خدا با چی درجات عالی و خوب رساندن خدا. بسیار خوب است که در موردشان معلومات داشته باشیم، بسیار خوب است که در موردشان صحبت شود و همیشه ما البته متاسفانه سر چیزهای منفی زیادتر توجه میشه و کلی متوجه می باشن. خوب است که بعضی اوقات موضوعات مثبت سرش هم صحبت کنیم و پیشرفت هایی که جوانای ما دارن در دنیای غرب و از شرایط خوب اینا استفاده خوب میکنن و تحصیلات خود به پایان میرسانن، باید که از اونا تقدیر کنیم، قدردانی کنیم و باید که یادآوری کنیم از اونا. و همچنین وقتی که درباره رشته های مختلفشون صحبت میشه، فامیل هایی که فرزندای خرد دارن، جوان و نوجوان دارن و نوجوانایی که میبینن وقتی در مورد رشته های مختلف تعلیمی اینا میشنون، این علاقهشون زیاد میشه، متوجه میشن که شاید یک موضوعی باشه که ما هم بخوایم در آینده تحصیل مدمی رشته پیش ببرم، یک مفکوری خوب است برشان پیدا میشه و شاید با ما به تماشان بخواین که ما با این جوانای اینا را به تماس بگذاریم و شاید خودشان بخواین که به اصطلاح تجسس و ریسرچ خود در رشته کنن و
بخواهند که به رشته تحصیل خود پیش ببرن. پس از شما فامیلای گرامی خواهش میکنم که اگر لطف کرده تمام جوانایی که چی بچلر دیگری 4 ساله از پوهنتون گرفته باشن، چی ماستری و چی پی ایچ دی و دکترای خود از هر جایی که گرفتن، اگر لطفاً با ایمیلی که روی صفحه تلویزیون است mirsala@gmail.com این معلومات به اختیار ما قرار بدین و همچنان دو سه قطعه عکس های فارغ التحصیلی نشان هم برای ما بفرستین، بسیار خوشحال میشم. و با می ارتباط جوان بسیار خوب را داریم، مریم جان صالح. مریم صالح که از UCLA بچلر آف ساینس در رشته فیزیولوژیکال و انتگریتد بیولوژی اخذ کردن و از البته در آینده هم علاقه دارن که به مدیکال سکول برن و فاکولتی به پایان برسانن. برای مریم صالح و فامیل محترمشان، با مادرشان خانم نظیفه صالح و همه فامیل عزیزشان، البته این موفقیت مریم جان عزیزه تبریک میگم و با آرزوی موفقیت مریم جان در هر ساحه‌ای که است، مخصوصا در ساحات تعلیمی، برشان آرزو میکنم. امیدوارستم که موفق باشن و امیدوارستم که مریم جان یک روز هم به برنامه ما بیاین، میمان ما شوند و در مورد رشته خود معلومات زیادتر بدن، در مورد از اینکه چی چیزها البته باعث دیس شد که دوره تعلیمیش سهولت ببخشه و آسانتر بسازه و چی چیزها دشواری های در پیش روش قرار داشت که میتونه که از معلومات خود بر دیگرها بگوید تا دیگرها هم بتونن استفاده خوب کنن. باز هم برای مریم جان صالح که از UCLA فارغ تحصیلیشان برای خودشان و فامیل محترمشان تبریک میگم. و یک موضوع دیگه هم است در مورد برنامه هفته آینده. مهمان ما محترمه استاد امیرا فایز است که عامل دپارتمنت مهندسی در پوهنتون هرات افغانستان هستند که به امریکا آمدن و به ایالات متحده امریکا یک پرزنتیشن دارن که بسیار جای افتخار است که یک خانم افغان در رشته مهندسی با درجه بلند خود رساندن و اینا یک نوشته که مشترک با محترم دکتر کشاورز دارن که پرزنتیشنشان البته شاید یک جای باشد و هفته آینده استاد امیرا فایز مهمان برنامه می باشه. امیدوارم که هفته آینده هم برنامه ما رو ببینید. خب دوستان عزیز ارجمند، برنامه امروز ماست در مورد involvement و یا حصه گرفتن پدر و یا نقش پدر در تعلیم و تربیت فرزندانشان و مهمان بسیار خوبی را در برنامه امروز با خود دارم که نه تنها یک پدر جوان هستند بلکه در ساحه تعلیم و تربیت معلومات زیاد دارن، تحصیلات فوق العاده خوبی دارن و از معلومات از اینا و از تجاربشان میخوایم استفاده کنیم که آیا موجودیت پدر، موقف پدر، حصه گرفتن و یا انوالومنت پدر چقدر در قسمت تعلیم و تربیت فرزندانشان اهمیت داره. این مهمان محترم ما یک بار دیگه هم مهمان ما بودن، آقای تمیم صدیق که بچلر دیگری خود را در رشته ماتماتیکس و یا ریاضیات و اکونومیکس و یا اقتصاد از پوهنتون UCLA اخذ کردن و همچنین درجه ماستری در رشته تعلیم و تربیت از پوهنتون پپردین گرفتن و یک ماستری هم در امور اداری تعلیم و تربیت و یا Educational Administration از پوهنتون پپردین اخذ کردن و فعلا با روی درجه PhD خود در رشته Educational Technology کار میکنن و همچنان تجربه تدریسی در بسوی ثانوی در مضامین ساینس و ریاضیات چندین سال دارن و فعلا هم در LA Unified School District و یا در لس آنجلس و دیستریکت لس آنجلس اینا instructional specialist هستن در رشته های مختلف و یا یک راهنمای تعلیمی برای دیستریکت لس آنجلس که یک دیستریکت بسیار بزرگی است و آقای صدیق البته instructional specialist که یک بسیار کار وظیفه بسیار مهم و اساس است اینا به عهده دارن و بسیار خوشحال هستیم که افغانای ما اقدر نام خدا رساندن که به درجات بسیار خوب تعلیم تربیت اینا در یک مملکت پیشرفته مثل ایالات متحده آمریکا اینا ایفای وظیفه میکنن و خوشحال هستم که آقای صدیق امروز با ما هستن. خوش آمدین آقای صدیق. من بسیار تشکر باز از اینکه مرا وقت دادین آمدم در پروگرامتون و همیشه میخوایم که اگر ما معلومات داشته باشیم برای هموطنان، برای
دوستایی که تلویزیون سعی میکنن بتونن دیگه ما آماده هستم که سوال داشته باشین از من. بسیار سوالات زیاد از آماده هستین، متوقع هستین. خب بسیار زیاد تشکر آقای صدیق از اینکه شما آمدین، بسیار خوشحال هستم. اگر لطف کنین در مورد اهمیت از اینکه پدر در قسمت رشد سالم و تندرست فرزندانشان صحبت کنین، چون شما یک رشته هستین که با پدر و مادرها و با تعلیم و تربیت سر کارتان بسیار زیاد است و از تجربه که شما در ساحه خود دیدین اهمیت موجودیت پدر در این قسمت چی است؟ سوال بسیار خوب. پدر و مادر هر دوش رول بسیار مهم دارد در اینکه اولادها چی رقم کلان میشن. رول پدر به خصوص یک رول است که اولادها باید از او بسیار زیاد مثلا استفاده کنن. یعنی بعض پرنت‌های هستن که بسیار انوالو هستن در کاری که مثلا با اولادهای خود میکنن. مثلا اول پدر که است مثلا به حساب پروتکشن برای اولاد خود بسیار ضرورت اولاد از او داره. دیگه ای که مثلا پدر رول بسیار زیاد دیگه داره که اولاد خود مثلا یاد بده چیزای از تجاربی که داره سالهای سال نمیشه که مثلا نباشه در زندگیش. و دیگه ای که مثلا از حسابی که یک دیسیپلینریان می باشه در فامیل که سپورت میکنه رول مادره، بسیار مهم است رول پدر. دیگه از تجربه خودم، چون من 4 طفل دارم، اولادایم دو دانش در الیمنتری و یکیشم میدل سکول است، 2 تا دیگه‌شون در های سکول است. من رول خود بسیار زیاد یک رول مهم میبینم از خاطر اینکه همیشه انوالو هستم در اینکه که مثلا در ایژوکیشنشون به خصوص، یا که همیشه از مکتب میان من همیشه سوال میکنم که مثلا چی میخوانن، چی درسشون چی است و معلمینی که دارن همیشه انوالو هستم در پروسس درس. یا مثلا همیشه کوشش میکنم که راهنمای از باشم بسیار زیاد. یعنی من مثل مادر که رول خود بازی میکنم، من رول بسیار مهم دارم که همیشه مثلا یکی دیگر کامپلیمنت میکنیم. و رول پدر و مادر یک رول است که هر دوش یعنی یک بچه که کلان میشه یک هول میسازه به اصطلاح، که او که مثلا پدر نباشه در او رول یک به اصطلاح یک هول میمانه در تمام ریلیشنشیپ و خلا میباشه. این حال او خلا بسیار خلایی است که جلوگیری شده. باید پدر و مادر هر دوش یک رول بسیار اکتیو داشته باشن در زندگی اولادشان که وقتی که باید نقش حال داشته باشن. بله. قسمی که دوست عزیز آقای صدیق البته گفتن که پدر و مادر واضح است که هر دویشان نقش بسیار مهم باید دارند تربیت و تعلیم تربیت فرزندانشان، اما به صورت عموم طبیعتاً ذاتاً مادر نقشش به اصطلاح نورچرینگ می باشه که مهر و محبت و مهربانی همیشه از طرف مادر زیادتر می باشه و پدر زیادتر نقش داره که یک از به طرف برای پیش تعلیم و تربیتشان و زیادتر توقع داره که زیادتر اولاد پیشرفت کنه. و این قسمی که آقای صدیق گفتن اردویش با هم یک جا شده بسیار یک به شکل کل فضای بزرگ شدن فامیلی را بر فرزندا مکملتر میسازه، تکمیل میسازه. و اگر هر دو با هم یک جا نباشن راستی واقعا یک خلای با وجود میاد که اینا باید متمم یک دیگه همیشه بر موضوع بتن و کار کنن که واقعا بسیار موضوع مهم است. و مهم هم است که به نظر شما بعضی اوقات متوجه شدیم مخصوصا در مادرای افغان دیدیم که عموما زیادتر پدر قسم ما نشان میتیم مادرها برای فرزندای خودش امیدوارستن که مادرای جوانتری کارا نکنن که یک کار اگر فرزندشون بگفتشان نمیکنه میگه که بابیت که آمد باز ما برش میگم یا الک بابیت بر کارخانگی که بابیت میای یا پدرت میای یا چی. در قسمت نظر شما چی است که چطور میتونیم که و بعضی اوقات هم آیا فکر میکنین که چطور میتونیم این مسئله را ما تغییر بدیم که مادر خودش هم به خود اینمی اختیار بده که اردویشان مساویانه
بفهمن که مسئولیت اردویشان است. یک پدر باید چی کنه که چه قسم رویه با همسرش داشته باشه که فرزندا به هر دو پدر و مادر امو حیثیت را قائل باشن که از کل گرد کمیونیکیشن اوپن است در بین زن و شوهر که اینا باید یک پلان داشته باشن که چی رقم مثلا اینا اولاد خود با کلان میکنن در اجتماع و ای که مثلا پدر یک رول بسیار مهم داره از نگاه بیولوژیکی و از نگاه سایکولوژی که ای بسیار نچرال است که مادر میگه باش که وقتی که پدر در خانه باز حساب تصحیح میکنه. این یک چیز مهم است که باید باشه باز وقت مثلا یکی گود کاپ و بد کاپ پلی میکنن که یکی دیگر کامپلمنت میکنن مثلا مجبور هستن باز وقت که رول بازی کنن که کارشون پیش بره در پیش اولادا. به اصطلاح امو فرزند یک نفر اقلا بسیار نزدیک و احساس آرامش داشته باشه که بتونه مثلا شاید پیش پدر از ترس بسیار چیزا رو نگویه ولی امر مادر شاید بتونه بگویه یعنی مثلا اینا باید بفهمن پدر مادر باید بفهمن رول خود که اولادا باید کنفاید کرده بتونن که بیاین مثلا ایتو نباشه که بترس از پدرم از مادرم و هیچ کمیونیکیشن نباشه. یگان رولایی است که مثلا بسیار مثلا یگان وقت خودم مثلا یعنی در خانه بازی گپا است که ما یگان کارا باید بکنم از خاطر از اینکه اولادا باید میگه از پدر یک کم یه خود با کلچر ما ارتباط داره که اولادا باید همه قدر بفهمن که اکاونتبل هستن در کار خود و ایتو که مثلا پدرم بسیار فرندلی باشه مادرم فرندلی باشه و اولادا گفتی چی رقم و گلای خودروی رقم که شدن اون خوب نیست. یعنی مثلا یک استراکچر یک فریم ورک باید باشه که اولادا روی اسی مثلا بسیار همونطور پیش برن و دیگه ای که پدر مثلا عد چیز خود بفهمه ایتا نه که مثلا اووردو کنه everything به اون حساب نرمال و حساب که مثلا educated parent باشه باید educate خود بکنه بفهمه که چی رول باید بازی کنه و کانسیکونس رول خود باید بفهمه که اگان پرنت های هستن که شت داون میکنن کامپلیتلی اولادای خود یا و فالو ترو کنن و مثلا نمیشه که مادر بترسانه باز پدر چیز نکنه باز اولاد زیادتر پرابلم پیدا میکنه دیگه. به نظر من کارهایی که مثلا پرنت ها میکنه باید پلان شدگی باشه و زن و شوهر باید یک به اصطلاح یک برنامه ریزی بسیار مکمل داشته باشن از اینکه چی رقم اولادای خود مثلا یا کلان میکنن و هر سال نظر به شرایطی که در زندگیشان است باید تغییر بدن باز مسیری که مثلا نمیشه بگوین ما اول مثلا تو فکر کردیم که اولاد ما تو باشه نظر به پرسونالیتی اولادش نظر به محیط نظر به شرایطی که پیش میاد یگان طفلا باز لرنینگ دیسابیلیتی می داشته باشن یگان اولادا مثلا بسیار سمارت می باشن اینا باید اجست کنن خدا که چی رقم مثلا با اولادای خود مثلا اینا کار میکنن و چی رقم مثلا برخورد دارن. دیگه من فکر میکنم کمیونیکیشن اوپن و کمیونیکیشن که مثلا پلان متسالد سرش باشه و باز مردم باید کمک هم بگیرن از مردم دیگر که نمیشه که ما I know everything you know یا این رقم پدرم میکرد من رقم میکنم یا مادرم میکرد چون ما در 21st century زندگی میکنیم و باید ما بخونیم درس بخونیم معلومات بسیار زیاد داشته باشیم که چی رقم اولاد خود ما کلان کنیم و کسایی که مثلا نگان رول مدل می باشه در فامیل یا در سوسایتی اولادا رو مثلا با او مثلا متوجه بسازیم که یعنی مثلا اون چیزا رو فالو بکنن. باز طفلایی هستن که به بسیار سویه بلند رسیدن مثلا بسیار اچیومنت های بسیار های دارن نه ای که اولاد خود آدم باید تانتینگ کنه و بگویه که والا این سایکو تانست تو نتانستی برای زمینه رو مساعد بسازه بگویه که اینه مثلا اگر یعنی فکر خدا در درس بگیره مثلا باز اولاد هستن بسیار ویدیو گیم بازی میکنن از صبح تا دیگره یا چیز از این که اولاد بزن و بگو بازی نکن یا گیم از پیشش بگی بهترین کاری است که برش پرینسیپل های ولیو های را یاد بده که برش آدم بگویه که یعنی مثلا دلیل از این که من میگم که ویدیو گیم بازی نکنی اینی است و فایدهش نیست نقصش اینی است. این حال وقتی که اولاد این گپ رو میفهمن یا درک میکنن که دست راست چپ چی است یا خوب و خراب چی است از اون خاطر اولاد میتونن که خوبتر و بهتر پیش برن.
بسیار نظر خوب. قسمی که گفتین عموما اکثرا نه تنها پدر و مادر افغان به صورت عموم چهارطرفتون ببینین وقتی که بسیاری پدر و مادر عادت دارن که اولاد خود میگن به خاطر که من گفتم because I said so. اما ایناله یک طفل و یک نوجوان مخصوصا طفلات زیادتر میخواین دلیل یک چیز بفهمن که چرا دلیل چی است که من این کار اجازه ندارم. چرا مثلا من یک جای رفتن نمیتونم، چرا ویدیو گیم بازی کردن نمیتونم و ما بگیم به خاطر که من گفتم، به خاطر که من مادرت هستم، به خاطر که من پدرت هستم گفتم باید به گفت کنی. اینو به اصطلاح یک قسم یک موضوع دیکتاتوری میشه که شما و امروز که وقت فرزندای ما به سنی که میرسن به سن بلوغ میرسن باز نمیخواین که به ما گوش بدن اگه دلیل برشان نگوییم و اگه به امرشون صحبت نکنیم. خب و قسمی که گفتین که همچنان بسیار مهم است. البته پدر و مادرای جوانی که هستن اونجا زیادتر مادرها هم بسیار نقش فعال دارن، نگفتن امانه که بسیار زیاد مادرای افغان بسیار زیاد برای اولاد خود کوشش میکنن. اینال بعضی اوقات بسیاری مسئولیت ها به گردن مادر مفته به خاطر که میگن مخصوصا مادر که کار نمیره و خانه سنباله. باز این مسئله قسمی که بعضی ریسرچ ها نشان داده که موجودیت پدر هرچی که باشه، هر قدر مادر در خانه باشه ولی موجودیت پدر هم شاید مهم باشه. بله در امون مقصد انوالو بودنش دی قسمت چی گفته می‌دارید؟ اصلا اردوشان رول بسیار زیاد دارن در ای که اولادا چی رقم کلان میشن و یعنی ایژوکیشنشان مثلا چی رقم پیش میرن و گفتی شما بلوغ میشن. گپی است که رول اردوشان اینقدر مهم است که آدم نمیتونه بگه خیلی مادر رول پدر ایفا میکنه و پدر رول مادره. اردوشان رول به خصوص خود دارن. خصوصا رول پدر با حساب سایکولوژیکلی یک رول است که مثلا خصوصا مثلا پروتکشن مثلا یعنی مثلا به حساب که ما در سوسایتی میبینیم پدرها مثلا ریسپانسیبلیتیش است که مثلا نان میارن در بیرون میرن مثلا یگان ولیو آره اولادا رو یاد میتن که مثلا پدر مثلا خصوصا یک بچه کلان میشه اگر رول مدل نداشته باشه واسه یک پدر که وجود زندگیش باشه او یگان واید در زندگی از او پیدا میشه که نمیتونه که مثلا همونطور indirectly پیدا کنه او را. دینال اگر اولادا مثلا به حساب سالم به وجود میان و بسیار پیش میرن هر دو پدر و مادر رول بسیار عمده دارن در زندگی اولاد خود. یعنی نمیشه که آدم بگه که والا مادر بسیار مادر خوب است و کل درست است که مادر بسیار رول بسیار مهم داره اما پدر هم باید اینجا باشه. بله. قسمی که ما در یکی از ریسرچ ها دیدیم دکتر دیوید پاپینو که یک سایکولوژیست بسیار خوب است گفته که مثلا ارتباط پدر و مادر که یک ریلیشنشیپ مثبت داشته باشن یک همیشه پیشروی مثلا اقلا اگر مخالفت هم می داشته باشن پیش فرزندان خود باید کوشش کنن که تمام این مخالفت ها را و ما بین هر زن شوهر می باشه پیش فرزندان خود قسم باید اینا باشن که اونا فکر نکنن که پدر و مادر خودم خسته یک مشکل دارن به خاطر از نگاه ایموشنال و برای ایموشنال هلت اولادا خوب نمی باشه از نگاه روانی برای اولادا خوب نمی باشه و همچنان شوهرایی که به همسر خود احترام قائل میشه اینا کسایی هستن که دخترایشان همیشه سلف استیم بسیار خوب می داشته باشه و هیچ وقت وقتی که بزرگ میشن ازدواج میکنن در ابیوسیو سیچویشن خدا نمیمونن که اگر شوهر زنا اگر شخص باشه که برشان احترام قائل نباشه اجازه نمیتونن که همون چیزی را قبول کنن به خاطر دیدن که پدرشان مادرشان احترام کردن و همچنان پسرایی که پدرایشان البته امر برای مادرشان احترام نداشتن اینا کسایی هستن که زیادتر هم به مکتب مشکل می داشته باشه و هم برای خانم‌ها احترام نمی داشته باشه به خاطر که رول مدل نمونهشان می باشه. از نگاه البته معلوماتی بود که از یک سایکولوژیست بسیار خوب بود که من براتون گفتم اینا شما تجربه خودتان شما چون امروز بس یک اینستراکشنال اسپشیالیست و هم تجربه معلومی به سویه‌های مختلف داشتین دی قسمت چیز اضافه کرده میتونین و آیا فکر میکنین تصدیق کرده میتونین؟ بله این گپایی که شنیدیم بسیار گپای مهم و بسیار گپایی است که من تایید میکنم یعنی که اول پدر مادر وقتی که در خانه مثلا یک رول بازی میکنن
مثل اکتینگ وارس که مثلا اولادا باید چیز پوزیتیوش زیادتر ببینه از اینکه نگاتیوش. و گفتی شما که وقتی که پدر و مادر یگان مخالفت‌ها و یگان پرابلم‌های پیش یکی دیگر می داشته باشن، کوشش کنن گفتی شما که او چیزا رو مثلا پیش اولادا مثلا جنگ و جدال باید نباشن، چون فضا بسیار سالم باید باشه. از نگاه دیگه که شما گفتین که وقتی که باز مشکلات ها می باشه اولادا سلف استیمش پایین می باشه، اینا مثلا از اولادایی که مثلا اکثر پدرشون نیست در خانه، اینا بسیار زیاد مشکلات های قانونی هم پیدا میکنن از نگاه ازی که مثلا میرن در جیل میرن و در درک بسیار زیاد دست میکشن، چون تنها هستن و بسیار زیاد vulnerable هستن به اصطلاح، یعنی سلف استیمشون بسیار لوس. وقتی که در خانه سپورتیو رول باشه دو پدر و مادر پلی کنه، اولادا بسیار استرانگ بار میان و کانفیدنس بسیار زیاد می داشته باشن در اینکه چی رقم مثلا یا رول خود در اجتماع، در ایژوکیشن، در اینکه مثلا کالج یونیورسیتی پسان میرن بازی میکنن. این بسیار زیاد مهم است که اینا باید در یک خانه سالم که فضای بسیار آرام داشته باشه. باز وقت مثلا در حساب که مثلا معلم‌ها و شاگردان میگه که شما در خانه برین یک جای بسیار آرام بشینین که فکرتون از هر طرف جمع باشه که درستان خوانده بتونین. و نموت مثلا وقتی که اولادا در خانه زندگی میکنن، پدر مادر باید بسیار هوشیار باشن، بسیار فکر کنن که همین صنایعی که بازی میشه در و پیش از اینا سالم است یا نه. اکسپوژرایی که اینا میبینن از پدر مادر، به خاطر که اگر پدر مادر هر روز جنگ میکنن و هر روز یکی دیگر پرابلم دارن، اینمی رول باز اولادا هم بازی میکنن وقتی کلان میشن. ریلیشنشیپ های بسیار ضعیف می داشته باشن و یا بسیار زیاد ابیوز میشن، یعنی بولی میشن در مکتب، یا بسیار سلف استیمشون بسیار لو می باشه. دیگه این گپایی که سایکولوژیست میگه بسیار گپای بجا است و ما چیزای زیر بسیار افکت های زیر در ایژوکیشن و در چیز اولادا بسیار زیاد دیده ما همیشه میبینم. بله، و حتی از ماده ریسرچ رو که خواندم از سنین بسیار خرد که تادلرز، سنین 2-3 ساله تا در سنین است که یک وقت دیولپمنت یک طفل می باشه که پدر و مادر اردیش ارتباط خوب داشته باشن و پدر زیاد انوالو باشه، این اطفال عموما نشان داده شده که IQ بلندتر دارن و همچنان در مکتب در آینده اینا زیادتر نمرات بهتر میگیرن، ریت دراپ اوتشان کمتر است. و اینو من میبینم که اولادایی که در سپیشال ایژوکیشن هستن اکثرشان و اکثرشون پرابلم های لرنینگ دیسابیلیتی و چیزا پیدا میکنن، اکثر وقت یا سینگل پرنت فامیلی می باشن یا اکثر وقت این نه که به صورت عمومی گپ است، باز گپای دیگه هم هست اینجا، اما بر حساب است که یعنی کانتریبیوشن از اینکه وقتی که سالم نمی باشم و انوایرمنت خانه بسیار اد میکنه، به خاطر که اکثر اولادا بسیار دیسترکتد می باشن دستن. مثلا ایمیجین آدم میکنه که در بین مکتب یک طفل می اولادا مثلا در خانه بسیار به حساب همیشه سالم نیست زندگیشان، اصلا دلشون در دست نیست و باز وقت نمی پس میگذاره اولاد داره و دیگه یکی دیگه با سپورت هم نباشه در خانه، مثلا مادر که پدر کار باشه، باز گفتی چی کی کمک میکنه، کی اولاد رو سپورت میکنه. و دیگه پرابلم های دیگه هم هست که کنسیستنسی با معلمان مهم است، که وقتی که یگان دفعه مثلا پدر میره یگان دفعه مادر میره، مثلا پدر نمیفهم مادر چی کرده، مادر یعنی مثلا با اینا که دیگه کمیونیکیشن داشته باشن که در یک تیم باشن، که اولاد وقتی که یعنی بار میه در سوسایتی و در خانه بسیار یک پلانگذاری بسیار مطور دقیق شوه که از هر نگاه اولادا رو مثلا آدم پروتکت کنه و سپورت کنه، که مشکلات هایی که رقم که ما گفتیم که رقم سلف استیمشون لو می باشه و یا لرنینگ دیسابیلیتی پیدا میکنن یا یگان مشکلات های دیگه بعداً پیدا میکنن در لرنینگ های خود، یا با وجود فکر میکنم نخواد به یک اگر می سپورت و هلتی انوایرمنت خانهشون باشه. بله، و یک موضوع دیگه آقای صدیق که پدرها و مادرایی که توافق نظر ندارن و سوء تفاهم در بینشون زیاد است، از این میکنه که مخصوصا وقتی که حتی طفلای خرد نه تنها نوجوانا سوء استفاده کنن. وقتی یک پدر یا مادر به یک موضوع مثلا برشان نمیگه، میرن پیش پدر میرن یا پیش مادر میرن، از این مسئله سوء استفاده میکنن. باید که پدر مادر به اصطلاح یونایتد فرانت باشن، تیم باشن، باید یک تیم باشن. هر قدر که سوء تفاهم در بینشان باشه، هر قدر که مخالفت‌های با هم دیگه داشته می باشن، به خاطر بهبود آینده فرزندای خود
باید امروز که دیگه اقلا پیشروی فرزند اولاد خود با یک مصالحه برسن، باید یک کم امو سوی تفاهمات و اختلافات خود کنار بگذارن. بله این گپ بسیار مهم است. بازم که اگر کدام مخالفت یا پرابلم هایی که در بین می باشه کوشش کنن که این پشت پرده بدون از اینکه اولادا بسیار اکسپوز شوه. یگان دفعه این مشکلات ها حل نمیشه ترکایی که مثلا آدم فکر میکنه که والا خیلی آدم پروتند کنه. این چیزا رو سالو کنن بیهایند the scene. اولادا رو بانن که یک زندگی سالم و آرام داشته باشن و یک اپورتونیتی بتن اولادای خود. این اپورتونیتی است که فضای آرام اولاد ضرورت کلش داره. بله. سپورت باشن. اینه که مثلا 24 hours مشکل است. پرنتا کار میکنن، باز پرنتا نیستن، اما هر وقت که اینوالو هستن در زندگی اولادای خود کوشش کنن. یعنی مثلا می ترای که بکنن همیشه actively thinking about it که کنن. اینمی مهم است. این که میشه یا نمیشه حتی ترای که کردن بازم از این خوب است که از این کش ترای نکنن. دیگه مهم است گفته که. خب دوستان عزیز ارجمند، لاینای تلفن هم باز است. اگر شما دی مثلا سوالهایی دارین و یا گفتنیایی دارین از تجارب خودتان میتونین تلفن کنین و تا وقتی که لاینای تلفن شما میآید ما یک دو سوال دیگه هم با آقای صدیق مطرح میکنم. آقای صدیق، متاسفانه در دنیای غرب موضوع جدایی و طلاق در بین افغانان ما هم یک اندازه زیاد شده، برای اینکه از هر طرف فشار می باشد، از فشار کار و وقتی در خانواده هم یک فضای آرام نباشه، بعضی اوقات شاید از این مسئله جدایی جلوگیری شده بتونه، بعضی اوقات شاید جدایی یک راه بهتر باشه. ایناله وقتی که پدر و مادر جدا باشن، چطور یک پدری که مثلا امرای فرزندان خود در خانه زندگی نمیکنه و شاید هفته یک بار یا دو بار ببینه، به نظر شما چی باید کنن که انوز هم به تعلیم خود، به تعلیم و تربیه اولاد خود انوز هم استرا بگیره و ارتباط داشته باشه؟ یک چیز بسیار تراژدیک است که مثلا پدر و مادر هست که دیگه جدا میشن و اولادا ویکتیم میشن. بله. این یک پلان کار داره که مثلا پدری که مثلا جدا میشه از اولاد یا مادری که جدا میشه باید چیزی فکر شوه. از خاطری که مثلا اولادا حق دارن سر پدر و مادر که یک افورت بسیار اماتور کانستنت باشه سر ازیا. دیگه یه کمیونیکیشن بسیار زیاد کار است که اولادا باید احساس نکنن که او پدر یا مادر از زندگیشان رفته. مخصوصا که مثلا روزایی که میبینن اولادای خود بسیار سپورت باشه، نه ای که بگه بچه‌م امروز من تو رو میبینم برو ویدیو گیم بازی کو یا بسیار تو ایزی باشن. گپی است که باید پدر و مادر یک رول رو بازی میکنن، یک هدف دارن که سر درس مثلا، یعنی مثلا درس‌ها بسیار مهم است. به نظر من باید درس‌های اولادا بسیار زیاد سرش فکر شوه، مسائل اجتماعی هم سرش فکر شوه. مثلا باید که اولادا رو نصیحت‌های بسیار خوب بکنن. یگان دفعه پدر و مادر درست سکسسفول نمی باشن که دیگه مشکلات دارن. او دلایل هر قسم که داره چرا که دیگه مثلا جور نمیه، اما بازم طفل مثلا او باید ویکتیم نشه. یکی ویکتیم میشه که دیورس است، او خود یک چیزی بسیار تراژدیک است در زندگی اولاد. بعد از اینکه باز سال طول میشه، باز پدرها و مادرها مصروف کار خود میشن و اولادا رو فرگیت میکنن. این بسیار به نظر من یک تراژدی است که باید کوشش کنن که علاقل کمیونیکیشن بسیار سالم با اولادا داشته باشن و نه تنهایی که فاینانشل سپورت میکنن. اگر کسا میگن که من یک چایلد سپورت میتونم و کار خودم میکنم، با خاطر مردم در سوسایتی تیک ادوانتیج میکنن از کسایی که مثلا میبینن که وانربل هستن. بله. خصوصا مثلا در مکاتب و اینا وقتی که معلم میبینه که پدر از دیورس است و مادر یا توجه نمیکنن. این حال مثلا پدر و مادر باید دقیقاً که رول پلی میکنن در خانه. مثلا یگان اختلاف نظر و چیزا می باشه که اینا ایره هاید میکنن از اولادا، کوشش کنن که وقتی که در سوسایتی هم مثلا با مکتبا یا در اونا میرن مثلا وقتی ادورتایز نکنن که ما دیورس هستیم و کیر نمیکنیم چطور چیکار، که مثلا بسیار کیرفول باشن که مثلا انوالو بسیار زیاد باشن و کوشش کنن که مردم سپورت از ایرا ببینن که اینا سپورت میکنن. دیگه اینی یک چیز مهم است کمیونیکیشن فکر میکنم و با اکسپرت ها باید که بزنن، سایکولوژیست هستن، مردم ها هستن که بسیار زیاد کانسلتیشن میتن. در این ممالک غربی بسیار مثلا کانسلر ها هستن
که مردم باید استفاده کنه از اونها، پرسان بکنه. هر کس نمیفهمه که چی کنه. یگان دفعه بسیار ایموشنالی خودشون بسیار کانفیوز می باشن. بله. استرس زیاد است، یعنی از یک کس مثلا جدا میشن. دیگه از اون خاطر کوشش کنن که کمک بخواین، ببینن اگر کدام اسیستانس باشه مثلا از باز جایی که مثلا هست مثلا سوشال سرویسز یا چطور چیکار، که کوشش کنن که همون وقت بر اولادای خود مثلا بتن و کوشش کنن که کمیونیکیشن بسیار سالم داشته باشن با اونا. بله واقعا. البته موضوع بسیار مهمه گفتین که وقتی که به مکتب همه میبینن، ما از تجربه خودم باید آمد که وقتی که ما یعنی 20 سال پیش بود که به اصطلاح استودنت تیچینگ باید تدریس آموزی میکردم، یک شاگردم بود که بسیار البته یک خوی عادت بسیار شوخ بود، کارخانگی نمیکرد و البته یک تینیجر بود که بسیار سرکش. و ما این معلمی که من ترین میکرد خب گفتن که کیو میشه ببینیم که چی پرابلم چی است. اولین چیزی که دید که پدر و مادر لاست نیمای مختلف داشتن. حتی هیچ ندید و امروز زیادتر رایج است پدر و مادرها بعضی اوقات خانم‌ها لاست نیم خود نام فامیلی خود نمیخواین تغییر بدن که او یک انتخاب خودشان است. اما بدون از اینکه کدام سند داشته باشه گفت او the kid comes from a broken family. یعنی اینقدر یعنی یک استیگما است. اوور جنرالایزیشن کرد که بس بدون به خودش به یک نتیجه رسید گفت که پدر و مادر تخلصایشان فرق میکنه، فامیل پاشیده و از هم ریخته هستن و این طفل از دو خاطر تو یک چی حرکت میکنه پس یعنی expected است. بله یعنی توقع است. در حالی که بعضی اوقات اونمو هم میباشه، شاید نتیجه از قسم جدایی‌هایی که به شکل صلح‌آمیز نمیباشه اونمو تو میشه. اگر جدایی هم میباشه باید به خاطر آینده فرزندای خود دادن. هر دو پدر و مادر باز هم باید که در فضای صلح و صفا با هم دیگه پیش آمد داشته باشن. وقتی که مثلا اگر یکی ایمیل میکنن برای معلم فرزند خود، پدر یا مادر هم باید کاپی کنه که به اصطلاح دمو لوپ دمو القاب باشن، بفهمن که خب امروز که اگر مادر امروز معلم ارتباط میگیره بفهمه که پدر هم اون ایمیل است و با اون صورت کار یک آسان‌تر میباشه و برای معلم هم سخت میباشه وقتی که پدر جدا ایمیل میکنه مادر جدا ایمیل میکنه. من خودم یک شاگرد داشتم که یعنی جدا بودن و این مثلا رو البته دوستان عزیز به خاطر میگم که برای شما یعنی در این قصه های درست است که میشه و کوشش کنیم که ما برای که برای فرزندای ما فضای تعلیمیشان برایشان آرامتر باشه و موفق باشن، باید این موضوعات مد نظر بگیریم. که یک فامیلی بود که زن و شوهر جدا شده بودن، البته خانم دوباره ازدواج کرده بود و اینا بسیار یک ایمیل خوب با ما فرستادن و گفتن که ما عرصه ما بسیار به تحصیل پسر خود علاقه داریم و ما میخوایم که همه ما بفهمیم که از پیشرفتش از مشکلاتش ما خبر بسازیم. و این بسیار کمک به ما مشکل بود، هر کدامش به ما جدا ایمیل میکرد و این وقتی یک معلم که 180 شاگرد داشته باشه 150 شاگرد داشته باشه، برای یک شاگرد برای 3 نفر مختلف ایمیل کردن مشکل است. خب این یک پرابلم دیگر هم کاز میکنه از خاطر از اینکه شما گفتین که مثلا اکسپکتیشن های معلم‌ها فرق میکنه. حالا وقتی گفتین که از بروکن فامیلی مثلا این چایلد میه، اکثر وقت امی سیستم نگلکت میکنه اطفال، مثلا وقت کیر نمیکنه، میفهمن که بازخواست نیست، یعنی مثلا یا پدر است یا مادر است یا پرابلم است. این حال همون چیز مایه است که اگر پدر و مادر مثلا یعنی یک تیم شون، مسائل دیورس یا خود آن ساید بانن، او کدازو سپریتلی دیل کنن. بله. کدی مسائل که چی رقم اولادن درس میخوانه و به خاطر من میفهمم که اگر دیورس هم میشه پدر و مادر بست اینترست اولاد خود در نظر داره. این حال از او خاطر باید اینا یک یونایتد فرانت داشته باشن و یک تیم باشن که بتونن که مثلا نه تنها یا رو دیفند کنن از پرابلمایی که مثلا استیگماتایزیشن از ایمی است که مثلا سوسایتی میتیاره، و دیگه که مثلا افکتیو باشن در کمیونیکیشن خود با معلمش و کارش پیش بره، کار اولادا پیش بره و اولادا بسیار خوش میباشه از اینکه مثلا پوینت اوت نشن که یعنی مثلا مشکل است یا و کوشش کنن که گرچه یک چیز تراژدی است که مثلا پدر و مادر جدا میشن، اما اولادا باید
اما امپکتش در سر اولادا کم شود. بله. که مثلا هرچی کوشش کنن پدر و مادر که چی کنن که نمانن که امپکت امی زیاد باشه و از او زیادتر اولادا را مثلا یا زیر فشار نبرن و مشکلات زیادتر بهشون خلق نکنن. بله بله. و در این صورت خوب است که مثلا یا پدر ایمیل میکنه یا مادر به معلم ایمیل میکنه و وقتی که میگم که اونا را از این موضوع با خبر میسازن که ما ولی کوشش داریم، کوشش کنین در ایمیل به جای از که بگوین در ایمیل کپی کنین یکی دیگه را، به خاطر که کار معلم هم آسان شود که امو برای 3 نفر اگر ایمیل میکنه یک ایمیل میباشه، به خاطر که جدا اگر امروی پدر کمیونیکیت کنه و جدا امروی مادر کمیونیکیت کنه برای معلم هم بسیار کار مشکل است. و دیگه ادورتایزمنت امی که دیورس است امی هم باید جلوگیری شود از خاطر از که این ضرورت نیست که باز پابلیک بفهمه هر چیزا و معلم‌ها و شاگردا و بچه‌ها هم احساس کنن که مثلا یا خوشم میباشن طفلاک وقتی که یعنی مثلا خدا بگوین که من از بروکن فامیلی نیستم، یعنی کل چیز یعنی فساده که یاد پیش خود میگیرن کمک میکنه برای اولادا که مثلا اپیر کنن که رقم everyone else هستن. بله. دیگه از اون خاطر پدر مادر باید فکر کنه از هر کاری که میکنن در زندگی برای اولاد. یک نمیشه که گفتی چی رندملی آدم مثلا اولاد کلان کنه. بله. هر چیز پلان کار داره و یعنی پلان لیوینگ پلان است. گفتی چی باز شرایط در وجود در زندگی پیدا میشه، سوسایتیز اولادا مثلا تجربه پدر مادر هم هست، به خاطر از اینکه ندارن اکثر پدر مادرها مثلا اولادا صنف 8 می باشن، صنف 9 10 نمیفهمن چی میشه، اما روز به روز باید الرت باشن، کمیونیکیشن با پرنتای دیگه بکنن که هم اولادا دارن، تجربه ها دارن، یعنی اسکول که می باشه مثلا باز پروگرام ها دارن، مثلا چیزا باشن اولادا من مثلا بچهای دیگه من ببینن، سعی کنن دیگه. اینی بسیار کمک میکنه بر می پدر مادر که چی رقم زندگی خود که اولاد خود پیش ببره که سالم باشن. بله بسیار خب. گفتین پروگرام‌های مکتب بریم سر از اینکه چون تابستان است، البته در دیستریکتی که مست ما فرزندان شما هستن، البته هفته آخر مکتب است ولی اکثریت در ماه می تمام شدن و در شروع جون تمام شدن. صحبت کنیم در موضوعاتی که پدر و مادرها چطور میتونن که فرزندای خود در رخصتی‌های تعطیلات تابستانی مصروف نگاه کنن که اینا بتونن که با خاطر که مثلا به سنین خرد فرزند اولادایی که به الیمنتری هستن وقتی که ریدینگ یا مطالعه نداشته باشن سوی ریدینگشان یک صنف پایانتر میفته وقتی تابستان درس نخورن و بسیاری موضوعات دیگه هم از یادشان میره. چی موضوعات را اینا باید پیش ببرن که فرزندای ما بتونن که در تابستان هم تمام روز تلویزیون نبینن، تمام روز البته درست است مهم است که تفریح کنن و سامر کمپ ها هم است و کسی که نمیتونه سامر کمپ بره و همچنین سامر کمپی که شما هم در موردش به ما ایمیل کرده بودین در مورد پروگرام الردا اکادمی، اگر پلرز اکادمی ببخشید وقت نامشون الردا اکادمی بود تغییر دادن، در اون مورد اگر معلومات بدین که بیننده های ما ببینن که چی آپشنا دارن که فرزندای خود مصروف بسازن. نظر من است که وقتی که بچه‌ها یک تعطیل مثلا 3 ماه 2 ماه می داشته باشن یک دیسکانکت نشه مثلا و یک ادامه پیدا کنه، کنتینیوس باشه در سایزیا، خصوصا در ریدینگشون. مثلا اولادایی که خرد می باشن گفتی شما که ریدینگشون بسیار پرابلم پیدا میکنه، دفعتاً استاد میکنن. بله. به نظر من باید این پیش از اینکه مکتب این رخصتی میشه باید پرنت‌ها ریچ اوت کنن به الیمنتری تیچرها، پرسان کنن که چی رکمند میکنن برای اولادای خودشون سپسیفیکلی که بکنن در وقت سمر که یا آماده باشن. مثلا بچهای ما صنفای AP کلاس دارن در next year، برای جا هومورک دادن، هومورک برای next year دادن که یا کامپلیت کنن پیش از اینکه انرول میکنن در AP کلاس های خود. در الیمنتری دخترم از صنف 4 5 میشه، ما اپایمنت داشتم با معلم ازی و پرسان کردم که چی را مثلا میخوانن currently lesson و چی کدام میکنه که یک دو کتاب دیگر هم باید بخوانن، مثلا از نگاه ریدینگش، متش مثلا. این بسیار مهم است که این دو چیزا مثلا زیادتر کوشش کنن که ریدینگ و متیشون مثلا چی باشه و از نگاه ازی که مثلا چی پروگرامایی را یا مثلا پیش میبرن که مثلا انریچمنت پروگرامی چیزا می باشه. در های اسکول مثلا کمیونیتی کالج ها بسیار پروگرام ها دارن که برای بچه ها
در وقت سمر آفر میکنن، صنفای کوتاه مدت است. باز صنفای هستن که به نام ریمیدییشن است که مثلا یک بچه از صنف مثلا ناکام میمانه در طول سمستر آخر خود، میتونن کوره ریکاور کنن کردیت های خود. او یک چیزی که مثلا این پرنتا باید کوشش کنن اگر بتانن حساب بگیرن بسیار خوب است. ما فکر میکنم که حتی فیلم نمیگیرن از بچه‌ای که از اسکول میرن. وای که الیمنتری و اینا هستن، باز کمپ ها هست، مثلا سامر کمپ است، تکنولوژی کمپ است، و از چیزایی که اینترست از بچه‌ها هست میتونن دو تیک پارت کنن. باز پرنتا هستن که میخواین که مثلا اگر اسلام باشه، مثلا چیزای دینی باشه، باز پروگرام ها در اون اثر بگیرن. ماه مبارک رمضان هم و خیر این یک دمی هفته دیگه. مثلا یعنی انوالومنت اولادات در ایژوکیشنشون باید بسیار زیاد باشه در سمر، که نه تنها یک دیسکنتینیوتی پیدا نشه و ای که مثلا انریچ شوه که سال دیگه بخیر که میرن در مکتبا که آماده صنف خود باشن. که اکثر وقت ما دیدیم در خصوصا میدل سکول و صنف 7 تا 8 بچه‌ها که وقتی در سمر میرن رقم امنیژه واره، مثلا مت خودم فرگیت میکنن، انگلیش خودم فرگیت میکنن، باز استارت اوور میکنن کل چیزا. اما چون حالا فعلا کامن کور چیزا در کار است، درس ها مشکل شده میره روز به روز و معلمان قدر وقت ندارن که کنتینیولی بیبی ست کنن اولادارا و یا they have to move forward. بله. دیگه از اون خاطر پرنتا کوشش کنن که استفاده کنن از این سمر برای که نه که مثلا رخصتی باشه که مثلا بشینن در خانه و روز خود تیر کنن، شب روز تلویزیون سعی کنن و ویدیو گیم بازی کنن. خصوصا نظر بسیار مهم ای است که باید بسیار ریدینگشان بسیار زیاد شود. اگر رید مثلا اون ریدینگ از کی است که مثلا در هر مضمون برای کمک میکنه. دیگه این پروگرام زیاد است من فکر میکنم. بله. و دوست عزیز، حتی اگر پلان تعطیلی یا ویکیشن هم دارین، بسیار ضرور است که در راه حتی سر فرزندانتون مطالعه کنین، کتاب بخونن، بسیار برشون خوب است. در جایی که میره در سرشان یک ریسرچ کنین در اون موضوع چقدر مهم است. بسیار چیزای فن که هم برشان جبری نباشه، ساتری باشه برشان و هم از او یک چیزی یاد بگیرن. در کامپیوتر هم فعلا مثلا اکثر فامیلا آیپد دارن مثلا. بله بله. اگر بتونن استفاده کنن مثلا از باز پروگرام‌های ماتماتیکس، مثلا به حساب یک پروگرام است به نام IXL مثلا با گرید لول مثلا درس میده، یک مثالش است. مثلا باز مکاتب پروگرامایی دارن که مثلا یک پروگرام است به نام الکس که در ماتماتیکس است، میتونن که ساین اپ کنن با گرید لول، میتونن که این آره مثلا یعنی بسیار کمک کنه برشون بر سال دیگه. خوبی پروگرامایی است که ادپتیو است. اگر بچه‌ها مثلا مشکلات پیدا میکنه، باز پدر و مادرها میگن ما در ریاضی خوب نیستم، مدعی خوب نیستم، و خود پروگرام‌ها باز حسابا داره که مثلا تیوتر میکنیشونه. بله. و مثلا کان اکادمی یک بله کان اکادمی بسیار به خاطر فعلا ایژوکیشن رقم پیش میره که بسیار پرسونالایز است کلی چیزا و شاگردان میتونن که سلف لرنینگ کنن، امی هابیت یاد بگیرن که چی رقم مثلا استفاده کنن از ریسورس هایی که مثلا در اینترنت هست. اکثر حتی تکست بوک کمپانی هایی که حالا مثلا تکست بوک های نو که هست یا یک ماژول الکترونیک دارن که مثلا بچه ها میتونن از این چیزای تکست های یا از ویدیوها و ریسورس های استفاده کنن در سمر. بله بله بسیار موضوع خوبه گفتین. موضوع کان اکادمی که آقای اسلیق گفتن، کسی که جادو دارن، افغان ما باکس جادو همشان دارن نام خود در جادو، میتونن که کان اکادمی را بسیار آسانی اکسس کنن، میتونن استفاده کنن و همچنین با وبسایت مکتب فرزندان خود که برند وبسایت خودش براتون لینک های داده. مثلا در وبسایت مکتب بچه ما اورونجان که صنف 4 تمام میکنه و خیر صنف 5 میشه، برای شاگردایی که به الیمنتری هستن یکی دیسکاوری ایژوکیشن است، یکی فاست مت نکست جنریشن و تایپینگ ایجنت. این سه وبسایت است که بسیار خوب است. دیسکاوری ایژوکیشن، فاست مت، نکست جنریشن، تایپینگ ایجنت. من امروز به وبسایت رفتم با لول‌های مختلف، بسیار پروگرام‌های خوب داره که توتوریال است که برشان یاد میده چطور پیش برن
و همچنان با قسمی که آقای صدیق گفتن آیپد بسیار اپلیکیشن های رایگان و فری می باشه که گوگل کنین که چی کدام اپلیکیشن های که شما بدون از اینکه برش پول بتین میتونین دانلود کنین و از او استفاده کنین. اگر پول هم بتن پول بسیار کم است. $1 $2 چیزی نیست که مثلا کلا غیر بر فری اپ دانلود کنن. بله. گپی است که بعضی پروگرامایی که من منشن کردم رقم ماتماتیکس فور اگزامپل الکس یک پروگرام است. اینا میتونن گوگل کنن مثلا باز امی پابلشرایی که کتابای خودم مثلا پابلش میکنن او رو به حساب سپلمنتال استفاده میکنن. یک پروگرام برای متس به نام استیمات میگن. اونا هم یک چیز کاگنیتیو بسیار خوب است برای برین دیولپمنت اولادا. اینال ای باید کاستماایز شه. مثلا اینطور نیست که مثلا هر طفل باید بره مثلا مت بخونه و هر طفل مثلا چیز بکنه. در هر رشته در هر چیز مثلا کامپیوتر مثلا کد اکادمی یک کمپانی است که اون اولادا یاد میتن که چی رقم پروگرام نوشته کنن در کامپیوتر. بچه‌م است از استفاده کرده و همیشه مثلا پروگرامینگ میکنه در کامپیوتر. یعنی مثلا بسیار چیزا هست نظر به اینترستشون است. در آرت میتونن بسیار ریسرچ کنن. حالا در ورچوال میوزیمز هست که میتونن برن ببینن. یعنی مثلا پدر مادر رول داره که گاید باشه و نمونه که اولادا رقم گل خود روی هر طرف که دلشون شد و بگوی پدر مادر که ما میفهمیم what to do and to stay away از زندگی ما. باید پدر و مادر کوشش کنه گاید کنه کنتینیولی رقم باغوان مثلا یک گل پرورش میده هر روز چک کنه ببینه که مثلا چی رقمی پیش میره. دیگه از خاطر این پروگرامایی که ما منشن کردیم یک استارت است. خصوصا گوگل مثلا اولادا میتونه که در گوگل بسیار چیزا رو پیدا کنن. و سیفتی اولادا مهم است. اینترنت که یوتیوب باز چیزای داره که پرنتو باید انوالو باشه، نه اینکه بگی برو بچه‌م از صبح تا دیگه در یوتیوب بشی و هر چی که دلش یاد بگیری. کلی چیز روی یک پلان باشه که مثلا همون ساعتی که استفاده میکنن که اووردو نکنن. یگان اولادا هستن که 10 hours دمی یک چیز میرن و برینشانه برشون نقص میکنن. یک وقت داشته باشن روی یک پروگرام پیش برن، تفریح هم کنن. سمانم برای وقت تفریح و برای چیز هم هست که برن اوتساید پلی هم کنن. پروگرام‌های اتلتیک هم هست، مثلا سویمینگ یاد بگیرن، ساکر پلی کنن، وام کنن. مثلا یک پروگرام باشه که از هر نگاه مثلا یک چیز بالانس داشته باشه، توازن وجود داشته باشه. بله. و پروگرام سپورتی قسمی گفتیم که انوالومنت پدرها در طول سال باید مثلا اولادا با ساکر بر سپورت می باشه، وقتی پدر کوچ می باشه یا رفری می باشه یا اسیستنت کوچ می باشه، چقدر اولادا خوش می باشن، زیادتر کوشش میکنن. و یه اکسپریانس بسیار که آدم ریپلیس کرد نمیتونه برای پرنتا خودشان است. همین که پدر میره اولادا رو میبره، گفتی چه مادر خاطرات خوبه می باشه، به خاطر که چقدر اولادا زود کلان میشن. و اون خاطرات بسیار خوب هم برای اولاد می باشه و برای اولادا اونمو خاطره به یادشان می باشه و خودشان یک پدر یا مادر بهتر می باشن. اونمو کارا میخواین چون خاطرات خوش دارن. خودشان هم کار. یعنی اولادا چیزیست که مثلا باز کلان که میشن رقم به پدر مادر کارهایی که میکردن اون رو کاپی میکنن. دیگه رول بسیار مهمی است که پدر مادر بازی میکنه که یه رو یاد بده که چی رقم خودشان، یعنی مثلا خود مثلا پدر مثلا چیز نالجی که داره، چیز تجربه‌ای که داره، کس دیگه داده نمیتونه. خود پدر وظیفه‌اش است که اولاد یاد بده که زبانی نباشه، باید به عمل زیادتر باشه. به عمل و زبان به حساب که چیز زیادتر به عمل بسیار که برشون بیادشون میمونه. دیگه از همون خاطر این بسیار رول بسیار مهم است که پدرها پلی میکنن و ای که میبرن اولادا رو مکتب میبرن یا کشون گفتی شما گیم پلی میکنن یا اوتساید میرن یگان چیزا. باز موزیم ها هست مثلا بسیار کسان نمیرن به خاطر بورینگ فکر میکنن. چیزایی است که به سوشال استادیز بسیار فایده داره. مثلا در لس آنجلس مثلا چند موزیم بسیار خوب است، اورنج کانتی است، بسیار سیتی ها دارن. مثلا جایی است که مثلا اولادا میرن یگان دفعه ما سرپرایز میباشم که سیتی ها مثلا یگان موزیم های بسیار خوبش میداشته باشه، چیزای هنری نشان میدن. یگان پروگرام ها داره سیتی ها، پرفورمینگ آرتس داره، مثلا اکسپریانس کنن این چیزا رو مثلا. و به صورت رایگان و یا به فیس بسیار کم. مثلا بالبوآ پارک در سن دیگو رایگان است. چقدر یک جای تاریخی و مقبول پر از تاریخ است. و چقدر جای دیدنی است. از اون تو جایا باید ریسرچ کنیم و استفاده کنیم که بتونیم که یک کوالیتی تایم، یک وقتی بسیار پرکیف را همراه فرزندان خود مصرف کنیم. و ایران نترسن که نکردن این کارا و میترسن که این کارا بکنن، فکر میکنن کامفورتبل هستن. در زندگی باید آدم ترای کنه و چیزای نو دیسکاور کنه و یک پارت زندگی کردن است که آدم یک جرنی است. که اولاد خودم یاد بده. مثلا یگان دفعه که یگان
طفلا یگان کار میکنن میترسن که ما فیل میکنیم، اما فیلیر گفتی چی که یک step in the right direction is continually fail بس hopefully آدم میکنه که کار مثلا successful باشه دیگه. یا یک پروسس هست که آدم باید متوجه ازی باشه که وقتی که اولاد خود کلان میکنه یک پروگرام بسیار متر گسترده و وسیع باشه که هر روز سرش کار کنه که خوبتر بسازه و رول خود به حساب پدر مادر همه چی ورست که مثلا پدر که دفعه یگان چیز مثلا در کار مندازه مینتنسش کم است، اما پلان گذاری اولش اما چارچوکاتی که مثلا اینا مثلا سرش کار میکنن این بسیار وقت میگیره که می باید صحیح شود. بعد از باز اولادا استاد خدا مهربان است که بله راه خدا میافن و مینتنس کم کار دارن. پس بله بسیار زیاد تشکر آقای صدیق و دیگه وقت برنامه ما با اینجا به پایان رسیده. بسیار زیاد تشکر، خوشحال هستم که شما با ما بودین و امیدوارم در آینده باز هم همراه ما همکاری کنید. ما بسیار زیاد خوش شدم که به خدمت باشم و دیگه همیشه لوک فورورد میکنم که بیایم اینجا و کانتریبیوشن داشته باشم. هزار دفعه بسیار زیاد تشکر. خب دوستان عزیز ارجمند، امیدوارم که از برنامه امروز آموخته باشید و فراموش نکنید که هفته آینده مهمان برنامه ما هستند استاد همیرا فایز که آمر دپارتمنت مهندسی در پانتون هرات افغانستان هستند که به امریکا آمدن برای یک پرزنتیشن که یک ورق که با آقای محترم دکتر کشاورز یک جا تالیف کردن پرزنت میکنن و مهمان برنامه ما از طریق اسکایپ میباشن. و با تشکر مجدد از آقای صدیق و از همکار عزیز تکنیکی رضا جان برنامه امروز با همینجا به پایان میرسانیم. تا هفته آینده خداوند یار و مددگار. توانا بود ارکی دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. آریانا افغانستان یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. کاروان نور تقدیم می کند حج بیت الله شریف از 19 سپتامبر تا 9 اکتبر با حضور راهنمایان عالم و با تجربه و خدمتگاران صادق و همزبان شما. اقامت در مکه مکرمه در هتل 5 ستاره هیلتن و در